فرزند. به نام خدا عزیزم سلام، یه کمی بی حال و مریضم الان. خیلی واسه بشتم دریغ از جواب، حس میکنم که این روزا غریبم برات. اینجا هرکی توی حسش غرقه، این بارا انگاری تلسمش کرده. خونه سالمندان خودت فکر کن، این کلمه هر خود اسمش تلخه. میگن زندگی یعنی نفس کشیدن، باید تا آخر عمر تو این قفس بشینم. این یعنی رسیدن با آخرای عمرم. روزی که من آوردی اینجا مردم. بعضی وقتا اینجا قدم میزنم، آلبوم جوونیامو ورق میزنم. تنها یادگاری که میتونم بگیرم تو دستام، قطره‌های اشکا چکیدن رو عکسا. اینم بگم اینجا هوامونو دارن، سر وقتش غذا و دوامونو دادن. ولی این منو سرخوش میکرد که فرزند خود منو ترخوش میکرد. یه جورایی این یه تعهده، اگر نه احتیاجی ندارم به ترحمت. گفتم میخوام برم، تو انکار نکردی، تو واسه موندن من اصرار نکردی. ممنونم واسه موافقتت، ممنونم به خاطر مراقبتت. نمیشم اسباب مزاحمتت، کسی سراغمو گرفت بگو مسافرت. خلاصه من که دیگه تموم کارم، من که دیگه عادت به نبودت دارم.